بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز ما در باب دعاها هستیم از صحیح بخاری و امروز خواهران عزیز درباره چگونه صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن صحبت میکنیم. و پیش از اینکه درباره صلوات صحبت کنم، خواهران ما در نماز صلوات میگوییم. آره، بعد از تشهد در رکعت دوم یا در رکعت چهارم اگر نمازها دو رکعته باشند و صلوات گفتن در نماز رو بعضی علما حتی واجب میگویند، بعضی از علما سنت میگویند. عموما غیر از نماز هم صلوات فرستادن خیلی ثواب زیاد دارد و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرد میگوید که پیامبر من تمامی دعاهایم برای تو هست، صلواتهایم برای تو هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی تو تمام صلواتهایت برای من باشد غمهایت برطرف میشوند، یعنی مشکلی هایت برطرف میشود و دعاها اجابت می شود. یعنی صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهرا سبب برطرف شدن غم ها هست و صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر صلواتی که شما میفرستید به خود، یعنی پروردگار فرشته را موکل کرده است که صلوات های ما را به پیامبر میرساند و این چونین پیامبر میگویند هر صلواتی که به من میفرستید الله برای شما 10 صلوات میفرستد و وقتی الله صلوات فرستاد یعنی الله شما را به رحمتش میگیرد. اینجا هر وقتی که بیکار موندیم، حتی به نزدیک یک عالمی رو گوش کرده بودم، میگویند هر چی زیاد صلوات گفتم هر چی مشکلی هایم برطرف شد و آنهایی که مشکلی دارید صلوات رو ترک نکنید، علل خصوص صلوات ابراهیمی. صلوات ابراهیمی همون صلواتی است که در نماز میخوانیم و حالا انشاءالله در اینجا هم گفته میگذاریم. پس صلوات گفتن به بیماری، به خواب رفتن، به حیض بودن هیچ رابطه ندارد. در وقت حیض هم زنها میتوانند صلوات فرستند، خواب رفته هم میتوانید صلوات فرستید و چه خیلی گفتم صلوات زیاد سبب برطرف شدن مشکلی ها، سبب زیاد شدن رزق، سبب اجابت دعاها میگردد. اینجا وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که پیامبر الله، حدیث از کعب ابن عجره هست خطا نکنم، وقتی به پیامبر گفته می شود که پیامبر الله ما به تو چگونه سلام رسانیدن را می دانیم، به تو چه خیلی ما صلوات فرستیم، پیامبر می گویند قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. همون صلواتی که در نماز میخوانیم یعنی از همین حدیث گرفته شده است که پیامبر به صحابه ها آموختند. در حدیث دیگر میگویند بگویید اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. پروردگارا صلوات فرست به محمد بنده تو و پیامبرت چگونه که تو صلوات فرستادی به ابراهیم و برکت ده به محمد و آل محمد چگونه که برکت دادی به ابراهیم و آل ابراهیم. این دو صلوات و با صلوات های دیگر هم هست که خواهران عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان آموزانده بودند. کدامش را خوانید هم شما گناهگار نمیشوید، اما خصوصا همون صلواتی درازتر که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم بهترینش همین است. یعنی چقدر زیاد گفتید از این، علل خصوص روزهای جمعه که روزهای صلوات با ثواب زیاد داشتن هست، این صلوات را اصلا ترک نکنید. و حتی چه خیلی گفتم یکی از دعاهایی که سببی رفع غم می شود همین صلوات می باشد. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اللهم صل علی محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی ابراهیم. اینجا همسر و فرزند را هم داخل کردند. پروردگارا صلوات بفرست به محمد و همسران محمد و فرزندان محمد چگونه ای که به آل ابراهیم صلوات فرستاده بودی و برکت بده به محمد و همسر و فرزندان محمد
چگونه که برکت داده بودی به آل ابراهیم. یعنی از این صلوات ها چه خیلی گفتم کدامی آنها را هم بخوانید می شود. و این درباره صلوات بود و صلوات رو تو می توانید زیاد بگویید، 10 بار 20 بار 100 بار چقدر زیاد گفتید هم ثواب زیاد دارد، هم چه خیلی گفتم فضیلت بزرگ دارد. و اینجا خواهران عزیز حدیث دیگری هست که پروردگار همین دعا را حفظ کردن رو برای همه ما نصیب کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از دعاهایشان میگویند اللهم فایما مؤمن سببته فجعل ذلك له قربة الیک یوم القیامه. این را حتی خواهرات به تاجیکیش گوید هم می شود. پیامبر میگویند خداوندا الله هم کدام مؤمن را من اگر دشنام کرده باشم، این دشنام من را سبب گردان که روز قیامت ثواب او زیادتر شود و به تو نزدیکتر شود. در حدیث دیگر میگویند خداوندا من در نزد تو عهد دارم، یعنی دعایم اجابت است. هر مؤمنی را که من اگر حقارت یا دشنام کرده باشم یا اینکه او را به ناگاه از روی ناحق زده باشم، این کاری کرده مرا یعنی همین عملی که من نسبت او انجام دادم سببی کفاره گناههای او گردان، سببی کفاره گناههای او گردان. و در حدیث دیگر میگویند پروردگارا من هم یک بشر، یک انسان هستم و چگونه که انسان ها غضب میکنند من هم غضب میکنم. کدام مسلمانی رو اگر من حقارت یا دشنام کرده باشم یا لعنت کرده باشم یا اینکه جلد زده باشم، این رو برای او این عمل مرا سببی رحمت و سبب پاکشوی او از گناه ها کن. یعنی یک پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه حتی به یگان خادم و همسر خود حضرت عایشه میگن به کسی دست نبرداشته است، کسی را نزده است، با اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا در حیاتشون پیدا نمیکنید که به کسی دست برداشته باشند، کسی را از روی ناحق دشنام کرده باشند، باز این دعا را میخواندند که خدایا یکی شاید در حق کسی من از ظلم کردم، کسی را از روی ناحق زدم یا دشنام کردم، خدایا همین از ظلم من به او یا همان دشنام من به او بگذار روز قیامت عمل صالح او را زیاد کند، بگذار درجه او را در نزد تو بالا کند. یعنی این بهترین حدیث است خواهران عزیز برای سلامت قلب، یعنی برای اینکه قلب ها رو از مرضی ها دور کنیم. شاید به کسی ما ظلم میکنیم خود بیخبر هستیم، شاید در حق کسی ناحق میگوییم خود بیخبر هستیم. پس این دعا رو بکنید که خداوندا شاید کسی رو ندانسته دشنام کردم، شاید در حق کسی ندانسته ناحقی کردم و ظلم کردم، خدایا این گناه این ظلمی که من بالای او کردم بگذار سبب نزدیکی او به تو در روز قیامت باشد، بگذار سبب کفاره گناه های او باشد. یعنی حتی در حق نفرانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتم ظلم نکرده بودن، باز هم این دعا رو میخوندن که این دعا رو بگویم که خدایا هر کسی که من ندانسته دانسته به کسی ظلم کرده گناهگار، توبه کنید به نزد پروردگار از آن انسان هم تا میتوانید طلب بخشش کنید و حلالی جویید در دنیا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در آن دنیا نه دیگر بخشش پرسیدن است نه هدیه دادن است و عذرخواهی. در همین دنیا باید حلالی های خود را بکنیم، عذرهای خود را بپرسیم، در حق کسی ظلم کردیم اون ظلم خود را پاک کنان برویم که حق آدمیزاد در روز قیامت بخشیده نمی شود تا همان انسان شما را از ثوابتان نگیرد یا شما از گناه او نگیرید. و اینجا چقدر دعای هست سبحان الله که پیامبر چی میگویند هر مؤمنی را اگر من ندانسته یا هر مؤمنی را که هر انسان غضب میکند، هر انسان به خطاگی دست میزند، من هم یک بشر هستم، اگر خطایی کرده باشم در حقش پروردگارا او را یعنی این خطای من بگذار سبب کفاره گناه او باشد و این خطای من بگذار سبب نزدیکی او به تو باشد. و با همین خواهران عزیز با همین دعا انسان چقدر نسبت انسان هایی که ظلم کرد یا نسبت انسان هایی که ناحقی کرد یا نسبت انسان هایی که در قلب بدبینی دارد، آن بدبینی ها از بین می رود.
و این دعا رو حتی تاجیکیش رو هم باشد حتما باید بگوییم. و حدیثی که درباره بخل و جبن بود پیشتر گفته بودیم. اینجا دعای دیگر است خواهران عزیز، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون از عذاب قبر پناه می طلبیدن. از عبدالملک از مصعب روایت است که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم از سعد ابن ابی وقاص از خطا نکنم از همین 5 چیز به پروردگار پناه می بردن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتن اللهم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور و اعوذ بک من فتنه الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا، یعنی سعد ابن ابی وقاص میگویند پیامبر به از همین 5 چیز پناه طلبیدن رو به ما یاد دادن و خود پیامبر هم این رو میگفتن اللهم انی اعوذ بک من البخل، خدایا من به تو پناه میبرم از بخیلی، و اعوذ بک من الجبن، و خدایا من به تو پناه میبرم از ترسانچکی که وای اگر ترس در قلب ما جای شد ما یکان قدم از جای خود نهاده نمیتوانیم. هر بدبختی که بر سر مسلمان می آید اساس آن همان بوتی ترس در قلبش است و پیامبر از ترسانچکی پناه طلبیدن. پروردگارا من به تو از بخیلی، از ترسانچکی و به تو پناه میبرم به این که به پیری و فرتوتی برگردم و خیلی یک پیر و بیچاره شوم. یعنی ضعیفی که در پیری به انسان میرسد، بعضی ها در پیری هم بردمند، قوی هستند، بعضی ها باشد در پیری همیشه محتاجند، بیچاره‌اند و شاید همین دعای پیامبر بود که پیامبر در 63 سالگی اون پیری و فرتوتی را ندیده از دنیا رفتن. و اعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور، خدایا به تو پناه میبرم که من برگردم، یعنی پیر شوم، پیری که خیلی خواری و بیچارگی و محتاجی است. و اعوذ بک من فتنه دنیا، و خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه های دنیا. در دوامش میگویند شاید همین فتنه دنیا دجال باشد و پناه میبرم به تو از عذاب قبر. یعنی این چیزها خواهران عزیز یکی ما رو بخیلی فرا میگیرد، خود بخبریم چقدر از عملهای ثواب میمونیم، یکی ترس ما رو فرا میگیرد، یگان کار کرده نمیتوانیم. یعنی انسان هایی که با ترس زندگی میکنند باور کنید آنها یگان پیشروی کرده نمیتوانند و یک پیری بیچارگی محتاجی می آید که هم اطرافیان هم خودمان ما تمنای مرگ میکنیم و یک فتنه های دنیا ما رو به خود میپیچاند که به گناه غوطه میزنیم و یک از عذاب قبر که بیخبر هستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر شما اون عذابی که در قبر، اون سوال و جوابی که در قبر میشود بدانید، شما خنده هم نمی کنید، همیشه گریه میکنید و حتی زندگی خود را کنار میگذارید، دویده فقط دعا کنان به نزد پروردگار برمیگردید. باید از عذاب قبر ترسید و باید این دعا رو فراموش نکرد که خدایا انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور، از پیری و بیچارگی، و اعوذ بک من فتنه الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. این 5 چیز بود که پیامبر به صحابه ها هم آموختن و خود هم این دعا رو میکردن. امیدوار هستم که نوشته در جای از خانه خود یا در شاشه یا اکران تلفن خود این دعا رو میمانید تا که حفظ کنیم و خداوند از این 5 بلا و آفت ما را نگه دارد. این بود حدیث از صحیح بخاری. الله نصیب کرده باشد دوامش را درس دیگر میگیریم.